زن کرد، میان بردگی دیروز و امروز. دیرین جمال، 15 تیر 1405. ترجمه از کردی. پس از روند به نام آزادی عراق و دگرگونی هایی که جامعه کردستان به سوی زندگی مدرن تجربه کرده است، تغییراتی بیشتر در ظاهر، پوشش و آراستن چهره ها و خانه ها پدید آمده است. نه دگرگونی عمیق در اندیشه ها و ذهنیت ها متناسب با عصر جدید. در نتیجه برخی سنت ها و رسوم که تأثیری منفی بر شخصیت انسان ها دارند همچنان پابرجا مانده‌اند. یکی از این سنت های غیر متمدنانه فرهنگ مرد سالاری است. فرهنگی که زن را همچون برده‌ای می‌بیند که باید تنها وسیله‌ای برای برآورده ساختن خواسته ها و تمایلات مرد باشد. از همینجا نخستین مشکل در جامعه کرد آشکار می شود. جامعه‌ای که هنوز زن را موجودی ضعیف می‌پندارد و با واژه ناتوان از او یاد می‌کند. حال آنکه زن برخلاف این تصور همواره نماد فداکاری و پرورش دهنده مردان آینده بوده است. زن کرد در طول تاریخ همواره دوشادوش مردان در مبارزه، مقاومت و تاریخ ملت کرد حضور داشته و نمونه‌های فراوانی همچون مستوره کردستانی، قدم خیر، حفصه خان نقیب و لیلا قاسم و بسیاری دیگر در عرصه‌های گوناگون نقش آفرینی کردند و آثار ارزشمند خود را بر جای گذاشتند. جامعه کرد با وجود همه سانسورها و موانعی که بر سر راه زنان قرار داده است، از محدود کردن آنان به کارهای خانه گرفته تا سوء استفاده از مفاهیمی مانند شرف و اخلاق نتوانسته مانع درخشش زنان شود. زنان کرد در گذشته، امروز و حتی در آینده آرمانی ما همچنان ستارگان درخشان آسمان، فرهنگ و ادب و هویت ملی بودند. آنچه گفته شد تنها بخشی از عواملی است که موجب کند شدن روند مبارزات زنان و تداوم سلطه فرهنگ‌های عقب مانده شده است. اما امروز با وجود همه تلاش‌هایی که برای مدرن سازی جایگاه زن و معرفی او به عنوان نیمی اثرگذار از جامعه صورت گرفته است، حتی مراکز و نهادهایی که برای حمایت از زنان تأسیس شده‌اند نیز نتوانستند مشکلات آنان را آنگونه که باید حل کنند. همه ما می‌دانیم که پیش از دوران به اصطلاح آزادی عراق، بسیاری از دختران جامعه ما زیر فشار خانواده‌های خود قرار داشتند. خانواده‌ها اغلب مانع ادامه تحصیل دختران به ویژه در دوره‌های متوسطه و دبیرستان می‌شدند. دلیل این نگرش آن بود که دختر در سن نوجوانی و بلوغ هنوز از نظر فکری به رشد کافی نرسیده و توان تصمیم‌گیری مستقل را ندارد. به همین دلیل بیشتر دنبال احساسات و خواسته‌های درونی خود می‌رود، بی آنکه خانواده‌ها به وضعیت روانی، آمادگی ذهنی یا پیامدهای آینده این تصمیم‌ها توجه کنند. از همین نقطه مشکل اصلی آغاز می‌شود. دختر جوان در همان سالهای نخست جوانی وارد زندگی مشترک می‌شود و پس از چند سال صاحب 1 یا 2 فرزند می‌گردد. او تمام وقت خود را در خانه سپری می کند و به تدریج احساس خستگی و دلزدگی بر او غلبه می کند. شستن ظرف‌ها، لباس‌ها، رسیدگی به همسر و فرزندان برنامه‌ای تکراری می شود که هر روز همچون ساعت بدون تغییر تکرار می شود و فشار روانی فراوانی بر او وارد می کند. از آنجا که ناچار شده تحصیل خود را نیمه کار رها کند، دیگر مدرکی در اختیار ندارد تا بتواند در اداره یا سازمانی مشغول به کار شود، استقلال مالی داشته باشد و بخشی از هزینه‌های زندگی را تأمین کند. نداشتن مدرک تحصیلی باعث می شود احساس کمبود و حقارت کند. هرچند در واقع ناتوان نیست، اما خود را همچون فردی نابینا می بیند که از توانایی‌هایش محروم شده است. بسیاری از مشکلات اجتماعی از همین وضعیت سرچشمه می‌گیرد. نبود درآمد کافی برای اداره زندگی، زمینه اختلاف و درگیری میان زن و شوهر را فراهم می‌کند. زن که زیر فشار شدید روحی قرار گرفته، گاه جدایی، خودسوزی یا خودکشی
با دارو را تنها راه پایان دادن به رنج‌های زندگی خود می‌پندارد. رخدادهایی که در نهایت به فروپاشی خانواده نیز می‌انجامد. با وجود آنکه پس از روند به نام آزادی، زنان بسیاری به مقام وزارت و مسئولیت‌های دولتی رسیدند و برای بهبود وضعیت زنان تلاش می‌کنند، اما هنوز نتوانستند مشکلات اساسی آنان را حل کنند. یکی از راهکارهای مؤثر می‌تواند ایجاد کارگاه‌ها و مراکز تولیدی ویژه زنان باشد. مراکزی که حتی زنانی که مدرک تحصیلی ندارند بتوانند در آنها مشغول به کار شوند، احساس مفید بودن و استقلال کنند و دریابند که هیچ تفاوتی با مردان ندارند. چنین فرصت‌هایی هم مشکلات اقتصادی آنان را کاهش می‌دهد و هم از نظر روحی و روانی آرامش و اعتماد به نفس بیشتری برایشان به ارمغان می‌آورد.